سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه اپیزود دیگه از پادکست من خوش اومدین. قبل از اینکه بریم سراغ مهمون امروز میخواستم تشکر کنم از کسایی که ویدئوی قبلی رو دیدن، لایک کردن، شیر کردن. خیلی ارزشمند بود چون اینجوری بودم نهایتا 10 نفر تا 15 نفر قراره ببینن، ولی خب بیشتر شده بود و متشکرم. امیدوارم که محتوایی که تولید شده براتون ارزشمند بوده باشه. بریم سراغ مهمون امروز. مهمون امروزمون خانم گلارا ولیان هستن که در مورد گرفتن مدرک سلتا باشون صحبت کردیم. اگر سوالی داشتین حتما بپرسین، یا من بهشون منتقل میکنم یا میتونین توی صفحه لینکدین خودشون ازشون بپرسین. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. اگر نظر یا پیشنهادی هم دارین حتما بنویسین که میخونم. سلام گلارا جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به پادکست ما. سلام عزیزم، خیلی ممنون از دعوتت. مرسی. لطف میکنین خودتون رو معرفی کنین؟ بله، من گلارا هستم، 36 سالمه، بیشتر از 14 ساله که توی حیطه آموزش زبان مشغول هستم. یه چیزی که ما قرار بود امروز در موردش صحبت کنیم، یعنی من خیلی دوست داشتم که اون مسیر شما رو بدونم و اینا، ولی دیدم طولانی میشه. یه تصمیم بر این شد که ما در مورد سلتا صحبت کنیم. شما مدرک سلتا دارین، درسته؟ درسته؟ میشه یکم در موردش توضیح بدین که اصلا چی هست؟ حتما. مدرک سلتا در واقع یه سرتیفیکیتی هستش که از سوی کمبریج ارائه میشه و خب میشه تقریبا گفتش که معتبرترین سرتیفیکیتی هستش که به افرادی که علاقه‌مند به تیچینگ هستن ارائه داده میشه. ولی خب یه سری شرط و شروطهایی داره برای اینکه شما بتونید توی این دوره شرکت بکنید. ساده ترینش این هستش که شما باید حداقل 18 سال سن داشته باشید و سطحتون C1 باشه. آره، یعنی اگر که شما این شرایط رو نداشته باشید، بیسیک ترین شرایط حضور در این دوره رو ندارید. بعد چجوری این C1 بودن و محک میزنن؟ بعد مدرک ارائه بدین یا نه ازتون یک آزمونی گرفته میشه؟ شما ازتون یک آزمون گرفته میشه، اینترویو خواهید داشت، باهاتون صحبت میشه و اگر که شما در اون آزمون و اینترویو پذیرفته شدید و تایید شدین توسط تیوترها، در اون صورت شما میتونین که کورس رو شرکت بکنین. حالا من بعد برمیگردم به این که گفتین نکته مهمی بود، ولی اصلا چرا شما خودتون تصمیم گرفتین این مدرک رو بگیرین؟ مگه چی به شما اضافه میکرد که مدرک مثلا دانشگاهی شما اینو نداشت؟ خب حقیقتش اینه که ما توی دانشگاه خیلی واقعیت اینه که چیز زیادی به ما یاد نمیدن در رابطه با آموزش. حداقل برای شخص من اینجور بوده. من کارشناسی رو ادبیات انگلیسی خوندم که کاملا غیر مرتبط با آموزش هست. خیلی محدود ما این مسئله رو داریم، اصلا چون در واقع هسته کار ادبیات انگلیسی چیز کاملا متفاوتی با ادویکیشن و تیچینگ هستش. ولی خب کارشناسی ارشدم رو من آموزش زبان خوندم. حقیقتش توی آموزش در واقع توی دوره ارشد خیلی چیزا یاد گرفتم، ولی باز هم اون چیزی نبود که من نیاز داشتم برای اینکه بتونم یک معلم خیلی خوب باشم. قبل از اینکه من اصلا دوره ارشد رو طی کنم تدریس می‌کردم و میتونم بگم که 80-90% چیزایی که توی این سالها یاد گرفتم تجربه شخصی من بوده. این چیزی نبوده که من از توی دانشگاه بخوام یاد گرفته باشم. تا حدی توی کتاب‌ها بوده، تا حدی اون حرکات و شیوه ارائه استادای خود من بوده و بعد از اون تجربه من بوده. چون یه واقعیت، شما وقتی که تدریس رو آموزش رو تموم میکنید و فارغ التحصیل میشید، چند ماه بعد همه چیز یادتون میره. تا زمانی که شما وارد کورس‌های عملی نشید و به صورت واقعی تیچینگ رو تجربه نکنید، اون چیزایی که حتی قبلا هم خوندیم برای شما تداعی نمیشه و شکل واقعی به خودش نمیگیره اصلا. من 5 سال پیش تصمیم گرفتم که سلتا رو بگذرونم به دلیل اینکه قصد مهاجرت داشتم و دلیل من برای گذروندن این کورس اصلا آموزش دیدن نبود. صرفا فقط میخواستم که به متدهای آموزش زبان بین‌المللی خیلی نزدیک‌تر بشم و اینکه یه سرتیفیکیتی رو داشته باشم که وقتی که مهاجرت کردم من بتونم بدون مشکل شروع به کار کنم. و در واقع هیچ دلیل خاص دیگه‌ای پشتش نبود. دلیلش هم اگر که دوست دارین بدونید این هستش که شما وقتی که توی ایران زندگی می‌کنید، اولش که خیلی از سنترها و افراد اصلا نمیدونن که سلتا چی هست. حتی کسایی هم که خودشون آموزشگاه دارن و توی این حیطه مشغول به کار هستن.
خیلی از تیچرها اصلا نمیدونن که سلتا چی هست و اصلا وجود داره یا نه. نکته بعدی اینه که ما اصلا توی ایران هیچ جایی رو نداریم که بخواد دوره سلتا رو در واقع آموزش بده و یا اینکه مدرکش رو ارائه بده. هیچ سنتر معتبری توی ایران وجود نداره. هر آموزشگاهی هم که ادعا میکنه من سلتا کار میکنم یا حالا بعد دوره‌شو با مدرسین ارائه میدم، چیزهای مشابه با کورس‌های سلتا رو در واقع کار میکنن و مدرکی که ارائه میدن اصلا قابل استناد نیست. چون مدرکی که شما از کمبریج در واقع تحویل میگیرید یه هولوگرام خاصی داره که فقط توسط کمبریج ارائه میشه و هیچ آموزشگاه دیگه‌ای اون رو نمیتونه که ارائه کنه. بنابراین شما بعدش نمیتونید ادعا بکنید که من سلتا هولدر هستم مثلا. همچین چیزی وجود نداره. این یه قضیه. قضیه دوم اینه که شما باید ببینید که به چه دلیلی میخواید سلتا رو بگذرونید. آیا منطقی هستش یا نه؟ به چه دلیل میگم منطقی؟ به دلیل هزینه‌های سنگینی که داره. سلتا میتونه از بین 1200 تا 2000 پوند هزینه‌اش متغیر باشه. دلیلش هم این چیزی که میگم با توجه به آخرین دونسته‌های خود من هستش دیگه. حالا اگر که تغییر کرده باشه باز که خیلی بعیدم نیست، من ازش دیگه بیخبرم. ولی به هر حال چون هزینه خیلی سنگینی داره، باید برای شما حتما یه دلیل منطقی واسش داشته باشین که بخواید تصمیم بگیرید که این دوره رو بگذرونید. این یه نکته. حالا اگه شما قرار باشه به صورت حضوری این دوره رو بگذرونید، فکر جا، مکان، ویزا و همه این داستان‌ها رو هم در کنارش بکنید دیگه. اگر که قراره که آنلاین بگذرونید این کورس رو، خب باید به فکر یه دیوایس خوب، اینترنت پرسرعت و یه شرایط استیبل خوب باید داشته باشین که بتونید شما این کورس رو حتی آنلاین بگذرونید، چون ساعت‌های خیلی طولانی شما باید پشت سیستم بشینید و اینترنت خیلی خوبی هم باید داشته باشین. مرسی از خواهش میکنم. اگر که حالا شما بخواید دلایل دیگه رو بررسی بکنید، حالا شما ممکنه که مثلا یه فردی باشید که تجربه کاری داشته باشید مثل من. وقتی که شما وارد این کورس میشید، احتمال خیلی زیاد دلیل شما از انتخاب این کورس یا میخواید تا یه حدی آپدیت بشید یا اینکه میخواید یه جایی برید که به این مدرک بین‌المللی نیاز دارید. معمولا دلایل افراد از این دو تا دلیل بعد از سالها تجربه کار خارج نیست. برای من شخصا هم به همین شکل بود. اولینش برای من داشتن یک مدرک بین‌المللی برای اینکه می‌خواستم برم کار کنم تو کشورهای دیگه و دلیل دومم آپدیت کردن خودم بود. اما وقتی که من وارد این کورس شدم، حقیقتش چیزی که برای من خیلی سورپرایزینگ بود این بودش که من خیلی شوکه نشدم با متدهایی که مثلا داشتم کار می‌کردم، چون تقریبا 70-80% رو من داشتم اجرا می‌کردم و گفتم به دلیل اینکه حالا مثلا دوره‌های مختلف آموزشگاه توی دانشگاه توسط اساتید مختلف شرکت کرده بودم، تجربه این کار رو گرفته بودم. حالا شما اگر توی جای استاندارد مشغول به کار باشید، معمولاً اون نسل‌های آموزشگاه برای تیچرهای خودشون یه سری دوره‌ها رو انجام میدن یا اینکه هر سال توی جلساتی که باهاشون میذارن اون اصول کار جدید رو باهاشون آپدیت میکنن و مرور میکنن. بنابراین وقتی من وارد کار شدم چیز خیلی جدید و تازه‌ای به آنچنان به اون نسبت واسه من نداشت، چون من تجربه داشتم. من میدونستم که الان استپ بعد چیه، میدونستم که مثلا پسیج ریدینگ رو باید چجوری درس داد، گرامر رو باید چجوری ریدینگ کرد، چجوری وارم اپش باید باشه، آخر درس باید ما به چه شکلی روی چه مهارت‌های کار بکنیم. بنابراین از این نظر خیلی منو اونقدرها شاید راضی نکرد. ولی از نظر دیگه خب قطعا خوبی‌هایی داشت. یه سری دیتیل‌هایی تو کار بود که من یاد گرفتم که همیشه اجرا کنم. آشنایی با تیوترهای معروف بین‌المللی بود، شناختن و همچنین تجربه کار با اینترنشنال استودنت بود. شما اگر که قبلا این فرصت رو نداشته باشین، بار اولی هستش که شما براتون یه فرصت به وجود میاد که با زبان آموزای بین‌المللی کار بکنید که اصلا فرست لنگویج مشترک باهاشون ندارید و خودتون رو میتونید محک بزنید و توی لول های مختلف هم شما اینو میتونید بسنجید. یعنی مجبور میشید با لرنرهای بیسیکی که هیچ شرد لنگویجی با شما ندارن ارتباط بگیرید و حتی گرامر رو بهشون درس بدید و همچنین تو لول و سطح‌های بالاتر.
مرسی از توضیحاتتون، خیلی کامل بود. من در حینی که داشتین صحبت می‌کردین یه سری سوال برام پیش اومد رو نوت برداشتم که ازتون بپرسم. اولینش که گفتین که برای مثلا خودتون برای کار کردن می‌خواستین، پس یه مدرک معتبریه، یعنی اینکه و آیا نیاز مثل معتبرترین سرتیفیکیتی هستش که وجود داره. و مثل آیلتس نیاز به تمدید داره مثلا هر 2 سال یه بار یا نه نیاز به تمدیدش نیست. بعد اینکه گفتین می‌خواستین برای مثلا مهاجرت، یعنی روی اون مثلا مدرک به شما ویزای کار داده میشه یا نه؟ نه اصلا هیچ ربطی یا هیچ اثری توی پروسه ویزای شما نداره. این برای اون تایمی هستش که شما موو کردین، رفتین وارد اون کشور شدین و الان میخواین بیاین به عنوان یک در واقع لنگویج تیچر دنبال کار بگردین. از اون نظر میتونه به شما کمک بکنه. ولی خب الان هم که مثلا من توی ایران زندگی میکنم، این مدرک از این نظر به من کمک کرده که الان مثلا من با سنترهای خارج از کشور همکاری تونستم بکنم، شاگرد خارج از کشور غیر ایرانی تونستم داشته باشم، یا مثلا توی سایت هایی که شما به عنوان یه اینترنشنال تیچر میتونید کار بکنید و درآمد دلار داشته باشید، تونستم توی همچین سایت هایی به راحتی، حالا نمی که میگم خیلی راحت، حالا با یه مقدار اعتماد به نفس بیشتر و شانس بالای بهتر برای اینکه افراد بتونن به شما اعتماد بکنن، چون توی حیطه آموزش زبان کشور دیگه معمولا این مدرک رو میشناسن. از این مدرک معتبرتر واقعا دیگه برای کسی که میخواد بین‌المللی کار کنه وجود نداره. و اینکه گفتین بک‌گراند خودتون مثلا ارشد آموزش داشتین، کسی با بک‌گراند غیر مرتبط هم میتونه اینو دریافت کنه یا نه؟ حتما مثلا بله میتونه. نه اصلا هیچ نیازی نیست که شما حتما آموزش حالا رشته دانشگاهیتون زبان بوده باشه یا اینکه شما مثلا کار کرده باشید. قطعا از شما میپرسن که آیا به عنوان تیچر تجربه دارید یا نه. معمولا افرادی که میان یا اینکه تجربه زیادی ندارن یا اینکه تجربه هستن، بنابراین میخوام بیان این دوره رو بگذرونن به عنوان یک دوره خیلی عملی و پرکتیکال برای اینکه یاد بگیرن متد آموزش زبان دوم اصلا به چه شکل اجرا میشه توی کلاس. بنابراین واسه اون افراد خیلی در تازه و جدیدی رو باز میکنه با کلی مطالب جدید و شیوه های مختلف و مفید. ولی شما اگرم که حالا بی تجربه باشید، خب خیلی میتونه براتون مفید باشه. حتی اگرم که رشته تحصیلی شما غیر مرتبط باشه میتونه مفید باشه. ولی توی مصاحبه از من پرسیدن که رشته‌تون چی بوده، چند سال تجربه دارید و خب همه اینا قطعاً میتونه حالا تاثیرگذار باشه توی حد تا یه حدی. ولی اگر که شما اون ریکوایرمنت های حالا اون سنتر که و حالا آیل منظورم سلتا هستش، اون ریکوایرمنت ها رو شما داشته باشید، نمیتونم به شما بگن که شما اجازه ندارید وارد مثلا این کورس بشید. بنابراین اگر که شما سطحتون C1 هست، علاقه به تیچینگ دارین، قطعاً میتونین یه انتخابی واسه اون حالا جوتر باشید که شما رو اپروف بکنه و بتونید وارد کورس بشید. مرسی. یه جایی گفتین که هزینه‌اش خیلی سنگینه و حدود 1200 تا 2000 تا گفتین، درسته؟ بعد برای یک کسی مثلا یک فردی یک تیچر عادیه و درآمد آنچنانی نداره، یعنی اونقدر زبان آموز نداره، آیا براش به صرفه هست که اینو شرکت کنه که درآمدش بره بالا؟ اصلا روی درآمد شما تاثیر نخواهد داشت. همون قدری که من قبل از اینکه سلتا رو بگیرم پیمنت میگرفتم برای کلاس‌های پرایوتم، برای آموزش از آموزشگاه‌های مختلف، همونقدر همین الان دارم میگیرم. یعنی منظورم اینه که همونقدر که معلم‌های عادی پیشرفت کردن، منم همونقدر پیشرفت کردم. قطعاً که ممکنه متد روش و تدریس من تغییر کرده باشه یا اینکه متفاوت‌تر باشه با همکار من، که خب یه چیز کاملاً طبیعی هستش، ولی روی دریافتی شما اثر چندانی نمیذاره. ممکنه شما به چشم اون حالا مدیریت آموزشگاه بیاید، اون مجموعی که میخواین توی حالا اون حیطه آموزش مشغول به کار بشید، به چشم اون فرد خواهید آمد به خاطر مدرک بین‌المللی که دارید. ولی اینکه بگه که من به شما پول بیشتر پرداخت میکنم، اینجور نیست. قطعا شما پیمنت کلاساتون رو با توجه به تجربه، با توجه به اون توانایی هاتون که بتونید لسن پلان انجام بدید، با توجه به اهداف حالا زبان آموزاتون شما
سال به سال مثلا مبلغ کلاس هاتون رو افزایش میدید. این دلیلی نداره که مثلا من به لرنرم بگم چون من سلتا گرفتم پس اجازه دارم از تو شهریه بیشتری بگیرم. من میتونستم سلتا رو نگیرم چون توی ایران کاربردی نداره عملا و الان هزار مدرس خیلی داریم که مدرک سلتا ندارن و با تجربه این دانش رو به دست آوردن. درسته. ولی خب یه انتخابه در نهایت دیگه، شما میتونید انتخاب کنید که این راهو برید یا نه. ولی برای کسی که درآمد نداره، توی ایران زندگی میکنه، قصد رفتن نداره، شرایط کار کردن با مراکز بین‌المللی رو نداره، اصلا کار منطقی نیست. درسته. چون من قبل از اینکه بیام اینجا خب داشتم تحقیق می‌کردم در مورد اینکه چی هست و اینا. به یه چیزی که برخوردم تبلیغات زیادی بود که شما گفتین اصلا ما چیز رسمی، مرکز رسمی تو ایران نداریم که بتونه این مطلب رو به ما بده. ولی خیلی آموزشگاه بودن که تبلیغ می‌کردن دوره سلتا اولین بار در ایران. برای من خیلی جالب بود که مثلا بعد به اون کسی که میخواد اینو شرکت کنه ذکر میکنن که مدرک ما معتبر نیست یا حتی اینم نمیگن، چون به نظر میاد هزینه‌های مثلا سبکی هم نداشته باشه حتی توی ایران هم هزینه. آره خیلی برام جالب نیستش. میگم دوره‌ای که هستش فقط مشابه هستش احتمالاً، چون ما اصلا سنتری نداریم اینجا، اصلا هیچ شعبه‌ای نداره، هیچ آموزشگاهی که بخواد به صورت رسمی از طرف کمبریج بخواد همچین کورسی رو برگزار بکنه. به همین دلیل هستش که خیلی‌ها میان کشورهای همسایه این دوره رو میگذرونن تا بتونن حالا مدرکش رو بگیرن. البته که شما میتونید آنلاین همین کورس رو بگذرونید. توی در واقع تایمی که کرونا به وجود اومده بود اون سال تقریبا اگر که اشتباه نکنم اولین سالی بود که کورس سلتا آنلاین هم اویلیبل شد، چون تا قبل از اون اگر که اشتباه نکنم یک سال قبل از اون یا همون سال فقط به صورت حضوری ممکن بود که شما این دوره رو بگذرونید. چون من خودم یادمه که میخواستم این کار رو انجام بدم کورس آنلاینی نبود، هر چقدر که سرچ کردم واسه نزدیکترین جایی که میتونستم برم ترکیه بود با کمترین حضوری رفتین؟ نه من آنلاین گذروندم. توی دقیقاً اولین سال کرونا بود. و از مثلا فرایندش راضی بودین؟ نت اذیتتون نکرد؟ اوکی بود؟ چرا خیلی چالش داشتم واقعا، چون که خودم تازه همون تقریبا چند ماه بود که تدریس آنلاین رو هم شروع کرده بودم، حدود 6-7 ماه بود و خب خیلی چالش ما داشتیم دیگه. اینترنت ضعیف بود، گاهی اوقات قطع میشد. بعد مثلا برای استفاده از تلگرام که ما حالا یه گروه تلگرامی داشتیم برای اینکه اساینمنت رو بفرستیم، از اون سمت باعث تلگرام وصل بود با وی پی ان، از این طرف باعث خاموشش می‌کردی که وارد کلاس بشی، دموهاتو انجام بدی. خلاصه که خیلی من سختی کشیدم برای کورس آنلاین. و البته من نیمه وقت هم شرکت کردم چون خب کلاسای خودم هم بود. اگر که می‌خواستم تمام وقت شرکت کنم فکر کنم 4 روز در هفته بود، اگه اشتباه نکنم 4 یا 5 روز در هفته، تایم‌های خیلی طولانی من شرکتشو نداشتم. بنابراین پارت تایمش رو شرکت کردم که تقریبا 2 ماه هم زمان برد. ولی خب متریال کلاس و اون چیزایی که باید بگذرونی یا کیفیتی که باید داشته باشی هیچ تغییری نداره با اون فول تایمش. و اینو خودتون مثلا بهشون میگفتین یا انتخاب میکردین که من میخوام مثلا انتخاب کنین که پارت تایم شرکت کنین یا فول تایم؟ هزینه‌ش هم فکر میکنم یه مقدار فرق کنه، حالا خیلی مطمئن نیستم ولی فکر میکنم هزینه‌ش هم فرق میکرد. بعد این چجوری ارتباط گرفتین مثلا با اون شخص واسطه اینجا هست یا نه شما مثلا به خود مرکز نمیدونم ایمیل زدین؟ این اگر شما میتونید با خود سنتر ارتباط بگیرین. الان دیگه به لطف وجود انواع و اقسام پلتفرم‌های اجتماعی شما این امکان رو دارین که حالا یا با ایمیلشون تماس بگیرید یا اینکه حالا با اگه صفحه اینستاگرام دارن میتونین باشون ارتباط برقرار بکنین، وبسایت دارن که میتونین باشون در ارتباط باشید. حالا به اون قسمتی که مربوط به کورس‌های سلتا هستش وارد بشید و حالا کارهایی که لازمه انجام بدید و انجام بدید. من چون خانم بیتا رضایی توتر اصلی من بود و توی اون سنتری که من در واقع میخواستم رجیستر بکنم ایشون هم اونجا همکار داشتن، شماره اون کسی که با استودنت ها در ارتباط بود رو از ایشون گرفتم و
یه ایمیل زدم و بهشون هم پیام دادم، بهشون بعد با من ارتباط گرفتن و بقیه مراحل انجام شد. میگم اون تایم سال اول اون آموزشگاه بود، فکر میکنم که به صورت آنلاین ارائهش میداد. خیلی شرایط متفاوت بود با الان. ممنونم که تا اینجای پادکست همراهمون بودین. اگر دوست داشتین لایک کنین و اگر فکر میکنین این محتوا برای کسی مفیده حتما برش بفرستین. بریم ادامه. ولی چقدر جالب که گفتین توی این استان ممکنه جواب بدن. فکرش راستش نمیشه. آره ممکنه. اگه اشتباه نکرده باشم یه سنتری توی ترکیه هست که حالا من اسمش یادم نیست، خیلی هم معروفه، خیلی از ایرانی‌ها هم اتفاقا میرن اونجا کورس رو میگذرونن، که صفحه اینستاگرام داره دیگه. ولی اگر هم نداشته باشه با یه سرچ ساده توی گوگل شما میتونید سنترهای معتبر سلتا رو توی کشورهای همسایه، توی ترکیه، توی بحرین، عربستان، دبی، کشور ارمنستان فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم، خیلی مطمئن نیستم، ولی ترکیه و بحرین و عربستان تقریبا مطمئنم که شما میتونید یه سرچ بکنید و البته دبی سرچ بکنید و ببینید که شرایطشون به چه شکل هست و به چه شکل باید شما باشون ارتباط بگیرید. بعد پرداخت شما هم به صورت چیز بوده دیگه، دلاری بوده حتما. به صورت دلار. حالا دلار بعضی از سنترها هم پوند قبول میکنن دیگه، بستگی داره که سنتر شما کجا باشه، کدوم کشور باشه. بعد شما مثلا اینجا از واسطه استفاده کردین یا خودتون مثلا پیپل داشتین اوکی بودین با این؟ نه، من مثل همه مردم عادی صرافی میرید، به فلان شماره حساب پول پرداخت میکنید و همه مراحل کار خیلی همون جوری که واسه همه ایرانی انجام میشه برای من انجام شد. این مردم و البته یه مسئله دیگه هم که داریم که شما زمانی که بخواید در پایان کار مدرک رو هم برای شما بفرستن، هزینه شیپینگش و هزینه اون خود مدرک رو هم ازتون اکسترا میگیرن و یه هزینه هم در اون پایان باید مجدد پرداخت بکنید که مدرکتون رو براتون بفرستن و بتونید داشته باشیدش. مرسی ازتون. و یه جایی گفتین در مورد اینترویو، امکانش هست کسی توی اینترویو قبول نشه یا اینکه رد بشه؟ ببینید من نمیدونم، نشنم همچین چیزی رو، ولی فکر نمی کنم کسی که بیس زبان ضعیفی داشته باشه به خودش اون شجاعت رو بده یا اون چی میگن اون خبط رو بکنه که بخواد وارد همچین کورسی بشه که نتونه از چند تا سوال مصاحبه و آزمون نتونه بر بیاد. قطعاً باید کسی در خودش چیزی دیده باشه که بخواد وارد همچین کورسی بشه. اگه کسی اونقدر ضعیفه بهتره که اول توی TTC های خیلی ساده که توی همه آموزشگاه خدا رو شکر الان هست و برگزار میشه شرکت بکنه، 1-2 سال تجربه تیچینگ رو داشته باشه و بعد تصمیم بگیره. این به نظر من بهترین مسیر هستش. یعنی حتی اگر که شما C1 باشی و هیچ گونه تجربه کاری نداشته باشه، خیلی به نظر من برای شما میتونه چالشی باشه و حتی ممکنه به این ختم بشه که اصلا شما پس نشی کورس رو. یعنی امکانش هست، یعنی چیزی 100% این ممکنه پول پرداخت کنید. مثل هر کورس دیگه‌ای که هست شما میتونید اصلا پس نشید، میتونید شما فیل بشی و همه اون پول رو ریخته باشی دور، چون شما کلی اساینمنت داری، شما کلی تکلیف داری که باید انجام بدی. هر دمویی که شما انجام میدی شما از توترهای اونجا نمره دریافت میکنید و اصلا این نیست که فقط من بگم یه دوره رو میشینم میگذرونم گوش میدم و هر چی گفتن انجام میدم و تموم میشه. کلی کار و تکلیف شما باید انجام بدی و تکلیفاش اینجور نیست که مثلا بوک بیس باشه بگم که من میرم کتابو میخونم جواب میدم. اصلا اینجوری نیست. شما باید از کریتیویتی خودتون استفاده کنید، از اکسپریانسی که دارید استفاده بکنید و به خاطر همین میگم اگر شما زیرو اکسپریانس داشته باشی و اصلا تجربه کلاسداری نداشته باشی خیلی میتونه براتون سخت باشه و پیشنهاد من اینه که حداقل شما حداقل 1 سال تا 2 سال تجربه کار و تیچینگ داشته باشید و بعد وارد همچین کورسی بشید. خیلی خطرناک و ریسکی میتونه باشه که بدون هیچ تجربه‌ای من بخوام برم واسه کورس سلتا. این خیلی جالب بود که گفتم. من خودم تصوری که داشتم اینجوری بودم اوکی در حال یه پولی پرداخت شده شما در نهایت مثلا با یه نمره کمی هم میتونین پاس بشین. اصلا چیزی نیست و خیلی هم بودن که فیل شدن. قطعاً باید شما واسه این کورس تلاش بکنید. اصلا اون کاری به هزینه‌ای که شما پرداخت کردین ندارن. این یه هزینه هستش که شما باید بدید به خاطر اینکه شما یه سری فسیلیتی ها دریافت میکنید و میتونید هم فیل بشید خیلی راحت.
بعد هزینه هم یک جا ازتون میگیرن، این که مثلا توی قسط بندی براتون بکنن همچین چیزی اصلا نیست؟ فکر نمی‌کنم چیزی من خاطرم نیست بابت همچین، چون حدود 6 سال پیش بود، من یادم نمیاد که قسط بندی کرده باشم یا همچین سوالی رو پرسیده باشم. فکر نمی‌کنم که الان همچین کاری بکنن، چون قسط بندی این داستان معمولا توی اونجور جا خیلی جواب نمیده و واقعیتش ازش اطلاعی ندارم تا اونجا که من بدونم. فکر نمی‌کنم که همچین چیزی بشه، مگه اینکه مثلا حالا اون مقدار پول توی یک روز توسط حالا اون صرافی که مثلا یا اون واسطه قابل پرداخت نباشه، مثلا شما چند روز بعدش بقیه کار رو پرداخت کنید، ولی اینکه قسط بندی باشه فکر نمی‌کنم. از سمت اونا نیست، چون چیزی که من دیدم توی این بلک فرایدی یا یه سری از کورس ها بخوان که فروش بره، مثلا طرف میگفت که شما اینقدر به ما پیش پرداخت بده، بعد مثلا توی 3 تا قسط با کردیت کارت اینو پرداخت کن. بعد اصلا تکنیک مارکتینگشون برای من خیلی جالب بود، گفتم شاید اینجا هم باشه که ظاهرا نه. نمیدونم واقعا. ببین شما سیاست هر سنتری بستگی به خودش داره دیگه. شما حالا درسته که در واقع یک مرجع رسمی کمبریج هستی به عنوان فلان سنتر توی فلان کشور، ولی اینکه حالا سیاست شما به چه شکلی باشه کاملا بستگی به مدیریت اون آموزشگاه داره. شما در نهایت باید اون پولی رو که میگیرید بالاخره حالا حساب کتابایی که حالا بعد با اون مرکز اصلی که دارید، مراوداتی که دارید باید انجام بشه، چه شما اون پول رو کامل گرفته باشید چه نگرفته باشید. بنابراین دیگه حالا فکر می‌کنم خیلی بستگی داره به اون آموزشگاه و سنتر و چیز خیلی شخصی هستش. درست، نه کاملا درست. یه چیزی در مورد کلا محتوا و متریال این دوره که گفتین که مثلا خودشون به شما یه چیزی آموزش میدن، نحوه تدریس رو به شما میگن و گفتین خودتون از قبل آپدیت بودین، یعنی چیز خیلی جدید و خیلی عجیبی برای شما نبوده، ولی موقعیت خوبش این بوده که به شما مثلا یک استودنت میدادن. چه یکم بیشتر این بگین قرار اصلا چی یاد بگیریم توی این دوره اگر کسی مایل شما توی این دوره قرار عملی ترین روش‌های تدریس رو یاد بگیرید. باز جدیدن یا نه؟ آره من نمیدونم. ببینید من برای خودم جدید نبود، چون که من خودم به این شیوه تدریس عادت داشتم، ولی خب خیلی ها هستن میان میگه که بر فرض مثال من تیچر من از 1 ساعت کلاس نیم ساعتش با من داره فارسی حرف میزنه یا گرامر رو به من فارسی میده، یا مثلا وقتی که بلاکینگ ورد داره با من چک میکنه فقط فارسی به من معنی میده. خب این خیلی برای من ناشناخته و جدیده و اصلا وقتی اینا رو میشنوم واقعا فکر میکنم دارن بچه‌ها اغراق کنن، ولی وقتی از چندین نفر میشنوم از اطرافیانم میبینم مثل اینکه اغراق هم شاید نیست، شاید واقعیت داره. بنابراین برای منی که همیشه تقریبا حالا کم و بیش توی این چهارچوب تدریس کردن، برای من چیز کاملا جا افتاده است. ولی برای کسی که اصلا کاری به استاندارد تدریس نداشته و به سلیقه شخصی خودش و فقط پریفرنس بچه‌ها اهمیت میداده برای اینکه اون بچه‌ها ناراحت نشن، برای اینکه کلاس رو بیان، اومده به دل بچه‌ها به قول خودمون راه اومده و اصلا استانداردهای تیچینگ رو زیر سوال برده، برای همچین فردی قطعا خیلی جدید و متفاوت هستش. ولی کسی که حالا تدریس کرده باشه، توی دانشگاه درس خونده باشه، تجربه کار داشته باشه، یه سری چیزها اصلا چارچوب‌های همیشگی کلاس هستن که باید وجود داشته باشن. حالا شما توی این سلتا که میرید یه سری چاشنی‌هایی رو یاد میگیرید که چطور حالا این چارچوبه رو بهتر اجرا کنن، قشنگ‌تر اجرا کنن، چطور با زیرساخت‌های روانشناختی با اون استرس بچه‌ها کنار بیان، اصلا پیش بینی کنم یه سری از مشکلاتی رو که من میدونم که بچه‌ها توی اون زمینه اشکال خواهند داشت، یا اینکه نه اگر که توی یه سری زمینه‌ها با مثلا من با اون بچه‌ها لنگویجم فرست لنگویجم باشون مشترک هست و میدونم توی اون زمینه ماهایی که به طور مثال فارسی زبان هستیم همیشه ما توی اون مسئله بچه‌ها اشکال دارن. خب من این آمادگی رو دارم و با یه سری کارهایی که از قبل آماده کردم، یه سری تمرین‌ها، یه سری سوال جواب‌ها، یه سری حالا فعالیت‌هایی که به عنوان یه تیچر پروفشنال من باید بدونم که چه کار بکنم، اون مشکل رو شناسایی کردم، اون مشکل رو در میارم و همزمان دارم رفعش میکنم. و یا برعکس اون شباهت هایی که بین زبان ما و اون زبان دوم هست رو میدونم بچه‌ها توش قوی هستن رو بهتر کار بکنم. اوکی؟ و یه مسئله دیگه تایمینگ هستش. من باید بدونم که توی کلاس
چقدر زمان بذارم. اصلا شما اگر که علایق اون زبان آموزتون رو ندونید نمیتونید براش کورسی طراحی بکنید. اینی که خیلی ها میان میگن که اشکال نداره استرس داری، مصاحبه قبل از شروع ترم انجام نده یا تعیین سطح انجام نده. خب اگر که همچین چیزی انجام نشه واسه دوره‌ای که قراره اون مدرس به تدریس کنه، پس من چطور شناخت نسبت به دانش آموزان داشته باشم؟ من باید یه پیش زمینه‌ای داشته باشم که یه چیزی براشون طراحی بکنم. بنابراین فقط یه چیز در واقع متد نیست، شما خیلی لایه‌های زیادی رو قراره که یاد بگیری و اصلا یه بعد دیگه‌ای رو باید دیده باشی. چرا میگم تجربه داشته باشین؟ تا یه حد زیادیش برای شما این مسئله حل شده است، چون شما یاد میگیرید که سال‌های تدریس که با کاراکترهای متفاوتی شما قراره روبرو بشید، قراره اکسپکتیشن‌های متفاوت رو از بچه‌ها بگیرید. علایق متفاوتی، زمین تا آسمون بچه‌ها میتونن متفاوت باشن، ولی شما این علایق متفاوت دلیل نمیشه که من چارچوب استاندارد تدریس رو زیر سوال ببرم، فارسی حرف بزنم توی کلاس در اینکه شاگردم ناراحت نشه. به طور مثال تکلیف ندم بهش، بگم حوصله نداره یا وقت نمیکنه. یه سری مسائل هستش که شما به صورت استاندارد یادشون میگیرید دیگه. حالا قبلش چطور بودین دیگه خیلی این مورد که گفتین، من خودم باید اعتراف کنم مثلا من همینطورم. بعضی از شاگردا از اول که میان ما وقت نداریم نمیتونیم اینا، و من از بخشی که میزنم تکلیفیه که باید بدم. مثلا اینجوری هم اوکی اگه قرار بود مثلا این کار انجام بدیم، فقط این کار انجام بده چون تو وقت نداری. الان که دارین مثلا شما اینو توضیح دادید دیدم خب منطقیه اگه واقعا وقت ندارید. ببین شما باید تکلیف دادن میتونه توی شکل‌های متفاوتی باشه. تکلیف دادن این نیست که من فقط برم یه سری سوال بدم به زبان آموزم بگم باید اینو حل کنی برای من بیاری. به حجمش هم بستگی نداره، باید کیفیت داشته باشه، تنوع داشته باشه و دلیل اینکه ما تکلیف میدیم باید واسه زبان آموز کاملا مشخص بشه. شما چه 15 سالت باشه، چه یه فرد بزرگسالش 50-60 ساله باشی، کلاس اومدن یه سری قوانین و مقررات داره و باید به اونها احترام گذاشته بشه. حالا میتونه حجمش کمتر باشه، کیفیتش بهتر باشه و دلیل تکلیف دادن باید توضیح داده بشه. اگر که قانع نیست، برای شما باید به عنوان مدرس توضیح بدید که من اگر که به شما تکلیف میدم چون میخوام به شما یه فیدبکی ارائه بدم، چون میخوام به شما یه بازخوردی بدم. شما اگه چیزی از زبان آموزت نگیری، عملا فیدبکی که میدی یه فیدبک نصف نیمه است، چون شما فقط اون حضورش رو توی کلاس دارید میبینید، خارج از کلاس دیگه نمیدونید داره چه کار میکنه. بنابراین فیدبک شما میدین، بازخوردی که به اون طرف میدین خیلی ناقص هستش و روی روند آموزش خود اون فرد قطعا تاثیر میذاره. و هر کسی که داره یک کلاسی رو شرکت میکنه، اونم وقتی که داره یه زبان جدید یاد میگیره باید به یه سری قوانین و مقررات احترام بذاره. کسی که قرار باشه از اولش بی احترامی کنه یا به مقررات یه چیزی که خیلی کاملا استاندارد مشخص هست بی توجهی بکنه یا حالا هی پشت گوش بندازه، هی بخواد در موردش قور بزنه، هیچ انتظاری هم نباید از اون کورس داشته باشه. عملا هیچی. دقیقاً حرفی که زدین درسته. اینم یه نکته جدیدی بود که من یاد گرفتم. دقت کردم تو مثلا کسایی که شاغلن، اکثرا کسایی هم هستن که این زبان خوندنشون خیلی طولانی میشه. شاید هم یه بخشش به خاطر همین موضوع باشه، نه همش، ولی یه بخشش به خاطر همین موضوع باشه. و 2 تا سوال دیگه مونده، ببخشید خسته‌تونم کردم. یکی این که اگه بخواید مثلا به درجه سختی گذروندن این کورس و خود مثلا پاس کردنش یه نمره بدین از 1 تا 10، چقدر سخته و چقدر مثلا وقت باید بذارین براش؟ راستش برای من بیشتر از نظر حجم کار و زمان بود. اصلا برای من سخت نبود واقعیتش. یعنی 1-2 تا اساینمنت داشتیم که خب این مقدار چالشی بود، ولی که بگم سخت بود من اصلا یادم نمیاد که بگم انقدر سخت بود که مثلا میگم استرس گرفته بودم. نه، من واقعا از مخصوصا از بخش عملی کورسم اون جایی که باعث دمو میدادیم واقعا لذت میبردم، چون من کارم این بود. کارم مثلا تیچر بودم مثلا که میرفتم توی کلاس. بنابراین میدونستم بعد چی کار کنم که مثلا رپورت با بچه‌ها ایجاد کنم، فضای فرندلی اتمسفر ایجاد بشه و در پایان کلاس واسه هر اسکیلی من باید چه تسکی ارائه بدم. اینا رو کاملا بهش آگاه بودم. بنابراین استرسی توی قسمت‌های عملی نداشتم.
اون قسمت که حالا بایستی می‌نوشتیم یه چیزی ارائه میدادیم هم به نظر من 70-80% به تجربه من برمیگرده که من چی یاد گرفتم در گذشته توی همچین سیچویشنی، من چی کار میکنم که بچه با اون پرابلم توی کلاس با توجه به اون درس مواجه نشه، و یه قسمت خیلی بزرگش به کریتیویتی من به عنوان تیچر برمیگرده. اگر که من خلاقیت نداشته باشم، به طور مثال میگم طرف من میگه من کلمه یادم نمیمونه، یادم میره اون کلمه، میگم که برو 10 بار از روش بنویس تا یادت بمونه. هر کسی اینو از من میپرسه، من همین راه حل رو دارم بدم، ولی شما باید بیش از 2-3 راه حل تو ذهنت داشته باشی واسه هر پرابلم ساده‌ای که یک زبان آموز ممکنه که باهاش روبرو بشه. بنابراین تجربه و خلاقیت به نظر من حرف اولو میزنه و بعد چالش‌های کار میاد وسط. بنابراین اگر که بخوام نمره بدم، واقعا شاید 5 بخوام بهش بدم، از نظر من 5، و اون هم بیشتر چالشی بودنش بود و من چالش رو دوست دارم و واقعا لذت می‌بردم، چون که توی این چالش‌ها بود که چیزای جدید یاد می‌گرفتم و اگر که قرار بود همش ساده باشه و یه نواخت تو خطی بره جلو، اونم برای منی که 8 سال 9 سال تجربه کار داشتم واقعا چیز جدیدی واسه من نداشت. بنابراین از حتی همین اشتباه گفتن ها یا مثلا یه راه حل اشتباه یا حالا خیلی مفیدم نبود، اگرم که ارائه میدادم و به من فیدبک میدادن، واسم استقبال میکردم، چون یاد میگرفتم که چه راه بهتری هست که من میخوام به زبان آموزان کمک بکنم. کاملا درسته. حالا اینم میخواستم بپرسم که مثلا تاثیر، البته خودتون جواب دادین به خاطر همین دیگه نمیپرسم، تاثیر مثلا این کورس روی هم نحوه تدریستون هم درآمدتون، که گفتین رو درآمد اونقدر تو نمیتونی بابت این مدرک از بچه‌ها پول بگیری مگر اینکه خودت مثلا همکاریای دیگه‌ای داشته باشی. آره نحوه تدریس هم که گفتین آره یه سری دیتیل آره چیز دیگه‌ای رو شما از نظر مالی بهتون اضافه نمی‌کنه، شاید از نظر روحی، روانی و حالا شاید بگید در آینده اگر من بخوام همکاری‌های بین‌المللی داشته باشم، از اون لحاظ قطعاً میتونه بهتون کمک کنه. مرسی ازتون. من سوالام تموم شد. اگه به نظر خودتون چیزی هست که من نپرسیدم یا فراموش کردم بپرسم بفرمایید، اگه نکته‌ای هست بفرمایید. آره آخرین چیزی که دوست دارم بگم، چون خیلی‌ها رو می‌بینم که بهم پیام دادن که شما سلتا دارین، منم میخوام برم سلتا بگیرم، یا اینکه من خیلی زبان دوست دارم دلم میخواد معلم بشم، برم سلتا بگیرم، یا اینکه چیکار کنم برم معلم بشم. به نظرم اصلا مسیر معلم شدن توی اون خط و جاده سلتا گرفتن نیست. مسیر معلم شدن یه چیز کاملا متفاوتیه. من خیلی یار دیدم که اصلا توی دانشگاه زبان انگلیسی نخوندن هیچ شاخه‌ایشو، ولی الان خیلی معلم موفقی هستن و دارن کار میکنن و درآمد هم دارن. اگر که من میخوام معلم بشم، بهتره که اول برم زبان عمومیمو قوی کنم، یعنی حداقل C1 باشم به عنوان یک معلم زبان. فرقی هم نداره که شما بخواید به چه ایج گروپی درس بدین، چه به کودک و نوجوان بخواید تدریس کنین چه به بزرگسال، هیچ فرقی نداره. شما باید C1 باشید. C1 باشم و بعد از آموزشگاه‌ها شاید جای کوچیک مجبور بشم شروع بکنم، حتما تجربه کاری داشته باشم، TTC های مختلف رو شرکت بکنم، TTC ها که نه که هر آموزشگاه سر کوچه ارائه میکنه، آموزشگاه‌های معتبر رو برم. الان خیلی از دانشگاه هستن که دوره TTC رو فشرده ارائه میدن، چون اساتید معتبرتری دارن، خب فضاش خیلی قابل اطمینان تر هستش. بنابراین اون چیزی هم که آموزش میدن احتمالاً چیز مفیدی باشه. 2-3 تا TTC شرکت کنم، کار کنم و بعدها به این فکر بیفتم که آیا من لازم دارم که سلتا بگیرم یا نه، یا اصلا این شغل برای من ساخته شده، میتونم موفق باشم توش یا نه. یه چیز دیگه خیلی مهمه و اصلا مهم نیست که شما چند سال تجربه کار داشته باشید، اینه که شما ابزرو بشید، یعنی که به عنوان یه تیچر، حالا اگر که تو آموزشگاه مشغول به کار هستین، حتما باید شما رو ابزرو کنن. آموزشگاهی که شما رو ابزرو نمیکنه اصلا قابل اعتماد نیست و شما توی همچین آموزشگاهی رشد نمیکنید، چون هیچ کسی نیست که به شما فیدبکی بده. و اگر هم که کسی رو ندارید، توی آموزشگاه نیستید، فریلنسر هستین،
خودتون کار میکنید حتما از همکاراتون بخواید که توی کلاس شما حضور پیدا کنن، به عنوان ابزرور و شما رو ابزرو کنن و بهتون فیدبک بدن. شما هیچ وقت نمیتونید به جای نگاه طرف سوم خودتون رو جاج بکنید، ضعفاتون رو شناسایی کنید، نقاط قوتتون رو ببینید و حتما این ابزرو کردن اصلا فرق نداره که شما چقدر سابقه کار دارید، باید اینو به نظر من داشته باشید در کنار حالا تجربه هایی که قرار بکنید و بعدها اگر که نیازش رو حس کردید بعد برید دنبال استلتا. واقعا در غیر صورت خیلی راحت و ترتمیز میتونید به کارتون ادامه بدید. این که گفتین مثلا اگر فریلنسر هستین از یکی بخواین یک مثلا مدرس دیگه که بیاد شما رو ابزرو کنه، خیلی قشنگه، خیلی هم ریسکیه به نظرم. آره، چون اینکه شما باید اون کسی که انتخاب میکنین بدونین که کی هستش، نه اینکه حالا به هر کسی بگم بیا به من ابزرو کن، منو ریکامندیشن به من بده، ولی اون مثلا تجربهش کمتر باشه، تحصیلاتش حالا غیر مرتبط باشه، اصلا چی میگن لزوما هم خیرخواه ایران نکرده باشه. اصلا حتما باید تو لول، از نظر منظورم ورک اکسپریانس هست و حالا لول هایی که تدریس میکنید قطعا باید حداقل در سطح شما یا بالاتر باشه. فکر میکنم کاملا این مسئله خیلی واضحی هستش که من هیچ وقت به یه آدم تازه کار قرار نیست بگم بیا تو بشین کلاس من ابزرو بکن و چیز کاملا بدیهی هست. آره، من بیشتر منظورم این بود که حالا اون که شما گفتین 100% درسته، ولی مثلا همه آدم‌ها هم قرار نیست کمک کنن. یعنی یکی ممکنه واقعا سطح خوبی داشته باشه، دانش خوبی داشته باشه، ولی مایل نیست شاید مثلا بیاد این نکته رو بگیره، بعد بیاد مثلا در قالب یه نمیدونم یک پستی پیامی اینو بذاره که یه سری مدرسا این کار میکنن و واقعا ناراحت کننده است. این حرفی که زدن خیلی درسته. آدم یکی است که متواضع و با علم هست. من خیلی به این دید شما بهش نگاه نمی کنم. خب من خیلی شده که حالا مثلا ابزرو کرده باشم و بعد اومده باشم مثلا گفته باشم که خیلی از مدرس‌ها رو من میبینم که این کارو میکنن. خب این هیچ ایرادی نداره، تا زمانی که اسمی آورده نشده هیچ مسئله‌ای نیست. تا منتقدی نباشه هیچ رشدی صورت نمیگیره، هیچ اطلاع رسانی صورت نمیگیره. تا زمانی که احترام رعایت بشه، اسم شخص آورده نشه، کسی خراب نشده باشه، اتفاقا درست‌ترین کار همینه که من بخوام همچین چیزی رو بنویسم که بقیه اون اشتباه رو تکرار نکنن. ولی اگه قرار باشه از مسیر غیر از احترام گذاشتن یا حالا تخریب نکردن شخص باشه، خب اصلا قضیهش کاملا فرق میکنه، این اهدافش هم فرق میکنه احتمالاً همچین چیزی. کاملا درسته. آره، مثلا شما هیچ وقت نمیاد بعد مثلا ابزرو کلاس یه فرد همین پستی که گفتین رو بنویسین. هیچ وقت فکر نکنم این کارو بکنین، ولی مثلا بعد چند بار که یه چیزی میبینین تکرار شونده 100%. بعد ببینید کسی که میاد اون ابزرو میکنه یه سری چیزا رو که میبینه کاملا مشترکی بین کسایی که کم تجربه هستن. هیچ وقت یه نکته‌ای نیست که فقط صرفاً یک شخص توی دنیا باشه که اون کارو تو کلاس انجام بده و من بخوام بیام حالا در موردش انتقادی بکنم، صحبت کنم. انتقادهایی که توی ابزرو کردن انجام میشه معمولا چیزای پرتکرار هستن که افرادی که تجربه کمتری دارن اینو به کرات انجام میدن، نه اینکه فقط بگم یه چیز شخصی توی اون فرد من دیدم الان میخوام برم براش پست بذارم. پس قطعاً اون دانش، اون سواد و شعورم باید داشته باشه که اون چیزی که میخواد بگی حالا در موردش داره انتقاد میکنه چیزی هستش که خیلی زیاد دیده شده، نه اینکه فقط مختص یک شخص مشخص شده از قبل یا ویژه باشه. اینم بنابراین کاملا قابل توضیح و قابل دفاعه. فکر نمی‌کنم کسی همچین کاری بخواد انجام بده، کسی که تجربه داشته باشه. دقیقاً حرفی که زدین کاملا درسته. حالا من اینو با توجه به چیزی دیدم که اخیراً خیلی زیاد شده، مثلا نمیدونم چرا، واقعا خودم موافقش نیستم. این حالت تخریب کردن بقیه به نظرم درست نیست، یعنی توش خیلی بار آموزشی هم نیست. اونی که شما گفتین مثلا میایم کامن میستیک یک نفر رو یا چند نفر رو مینویسیم و اشاره هم به شخص خاصی نمیشه، کاملا درست بود. مرسی ازتون. حالا در مورد پست و اینا شد، حتما پیشنهاد میکنم که صفحه لینکدین شما رو هم ببینن که پر از مطالب آموزشی و خفن و دیتیل وار هست، خیلی قشنگه. مرسی، خیلی لطف کردید. چیز دیگه هست که بخواید اضافه کنید؟
نه دیگه چیز دیگه یادم نیست. فکر میکنم به اندازه کافی پرحرفی هم کرده باشم. اختیار دارین، لطف کردین. اگر که کسی نیاز داره این چیزا رو بشنوه گوش بده و به دردش بخوره. حتما همینطوره. مرسی ازتون که وقت گذاشتین. روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خدا. یه اپیزود دیگه هم تموم شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو میخونم. اگر موضوعی به نظرتون جدیده و دوست دارین در موردش بدونین حتما بگین که در موردش تحقیق کنم و اگر کسی هست باهاش صحبت کنم. البته خودم همیشه تلاش میکنم سمت موضوع جدیدی برم و اون موضوعی که قبلا کاور شده رو دیگه کنار بذارم. اگر پیشنهادی بود میشنوم. خدا نگهدار.